سلام، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم یه کریت اوپنینگ داشته باشیم در مورد ماشین پاگانی. میخوایم با یه روش با 15K این ماشین رو بگیریم. Let's go. خب حالا ترفند ما چیه؟ داخل این ترفند ما میایم 60 تا 60 تا میزنیم. خب کالکت میکنیم. هی وقتی به 18,000 تا که برسه ما این ماشین رو میگیریم 100%. حالا ما میخوایم ببینیم با یوسی کمتر هم آیا میتونیم این ماشین رو بگیریم یا نه. خب میریم برای این کار. خب 60 تا رو میزنیم. خب اسکیپ روشن میکنیم. خب یه دون داد. الان ما اینو کالکتش میکنیم. خب همین کار هی باید انجام بدیم چون که این روند خیلی طولانیه و ما یکم سرعت ویدیو رو میبریم بالا و کات میزنیم وسطاش و قرار طولانی بشه. خب کالکت میکنیم. خب نایس، دوتا داد. اوف دوبار دوتا داد. نایس، وری گود. خوبی که داری کوپنای تخفیفمون رو استفاده میکنیم. شنو یکی هم هست که 18 که قشنگ زده تا بهش داده. شانس همش. خب این 60 ها چون که زیادن او دوباره دوتا بهمون داد. خوبه اگر هی دوتا و سه تا بهمون بده احتمال زیاد با این 14K که ما داشتیم بتونیم بگیریمش. خب یه دوتا داد دوباره. راستی بچه ها سر این من VPN استفاده میکنم چون همیشه سر کریتا بهتره که از VPN استفاده کنید که شانستون رو بالا ببرید. خب من تا الان 100 تا جمع کردم، 2K زدم. خب اینم یه دوتا داد. نایس، عالیه. یه دوتای دیگه. نایس. دوبارگی یه دون. نایس، یه دوتا. یه دوتای دیگه. نایس. یکی دیگه هم. خب 539 تا. خب نایس. پابجی دیگه بیا بده دیگه، اذیت نکن.
دوتا بده عشق کنیم ها. یکی بده یکی بده یکی بده. ستا یه ستا. یه دوتا داد. دمش گرم. بازم دمش گرم. خب حالا اسکیپ بزنیم. خب 6 کاورامون مونده و 7320 تا یوسی هم زدیم. بعدی هم کالت کردیم. اگر 750 رد کنه یعنی خیلی خوبه. اگر قبلی که یوسی همون تموش 750 رد کنه یعنی خیلی خوبه. دوتا بده یه دوتا بده یه دوتا همش یکی تکی میده. خب 7920 تا یوستا برای زدیم. نزدیک 9K الان. یه کا دیگه فکر کنم بزنیم 9K رو بگیریم. خوبه که این داره الان فیل اینجا، یعنی چیزی نمونه که بخواد فیل بده که مثلا بگیم میسیم به باد بره. ولی یه دوتا نایس. یه تکی دوباره. یه تکی دوباره. خب این به افتخار کسایی که لایک کردن، این به افتخار کسیه که ساب کرده ما رو. این هم به افتخار کل نزدیک 9K. یه دوتا نایس. خب بچه الان 9K زدیم. خب 659 تا پوینت گرفتیم. خب این از 100 تا 759 از 275 تا شد 1304 تا 1034 تا سکه شد. ببخشید
الان ما باید با این 5200 خب بتونیم اون 500 تا رو در بیاریم. اگر بتونیم اون 500 تا رو در بیاریم پاگانی رو گرفتیم. اگر نتونیم باید یه تقریبا 3 کا 4 کا بزنیم تا بتونیم پاگانی رو بگیریم. Let's go. ای کاش 2 تا 3 تا ستاره بده، قشنگ گرفتیمش. یه 2 تا، این بیشتر هم 2 تا بده خیلی خوب میشه. نایس. یه 2 تا. ساده ساده بزنیم. دو تا. نایس. دو تا. نایس. 1211 تا پوینت داریم و 11580 تا یوسی هم خرج کردیم. همه چی توی این دکانی مشخص میشه که پابجی میتونه بهمون پاگانی رو بده. یه ترفند بزنیم. مپ عوض کنیم بزنیمش روی لیویک. بریم روی لیویک. اسکیپ رو روشن کنیم. دوباره گیرون داد.
خیلی خرابه. اگر یه 2 تا 30 تا بده اوضاع جمع میشه، ولی فکر نکنم بده. یه 1 داد دوباره. جون خب 1300 1300 تا هم یوسی داریم. خب یه 200 تا دیگه باید در بیاریم. بریم ببینیم میتونیم در بیاریم. یه ستا بده دیگه، اذیت نکن دیگه، حداقل یه ستا بده. خب یوسی ببینیم تو این یکا چقدر میده. دوتا بچه شانسمون خیلی خوب نبود، نتونستیم اینقدر جمع بکنیم. بهمون دوتا بیشتر ستا نداد، ولی باید اگه از 3 تا ستا نداد خیلی خوب میشه، حداقل 30 تا پوینتشو میگرفتیم. حداقل دو تا بده دیگه، حداقل روندش. یه دوتا آخرین 60 یوسی ها. خب 100 تا یوسی ها بزنیم آخریش. خب اینم گیدم سرجم پوینت همون شد 1307 یوس 1370 تا پوینت با 14 کی یوسی. الان ما میریم یه سکا شارژ میکنیم براش و با این سکا دیگه 100% میگیریمش. حالا ما دیگه خیلی بد شانسش هم حساب کنیم سکا. پس حالا میریم بعدم میریم. خب بچه ها برگشتیم 3800 یوسی شارژ کردیم و الان میریم روی پاگانی و کریت اوپنینگمون رو بزنیم. Let's go. خب 60 تا یه برگر یه دون داد. خب ما رو اسکیپ هم میذاریمش. خب میریم برای که یه دومی نایس دوباره یکی داد. خب ما این چیزش هم میزنیم که باش اتوماتیک کالکت کنه. یه یک داد دوباره.
دوباره یک، دوباره هم یک، دوباره هم یک، دوباره هم یک، دوباره هم یک، و یه دو. دوباره متشکرم پابجی. یه دو. دوباره ممنون. خب 49 تا پوینت دیگه بهم بده تمامه. خب یه نوع دیگه داد، شد 40 تا. دوباره یکی داد. حتی لایک ساب فراموش نشه و بعد یه 3 میده و 30 تا پوینت اینجا ما میگیریم. خب شد 1093 تا 1493. خب دوباره 96 و یک دوباره. خب و یک دوباره. بچه ها 1500 تا پوینت با 15780 تا یوسی. این هم از این کریت اوپنینگ. خب بریم حالا کارت ماشینمون رو بگیریم. میم تو بخش خریدا این از اینجا. خب میایم اینجا. خب بین این ماشینا من که گفتم این خوبن ماشیناش، ولی من اینه خیلی دوستش دارم چون ماشین خیلی شیکیه، عالیه، فوق‌العاده از زیباست و خیلی هم دوستش دارم. خب میریم کالکتش کنیم و بعد لیتس گو. یک ماشین زیبا، اسکرین شات میگیریم. ماشین گرفتیم. چقدر هم یوسی برامون اضاف موند. خب ماشین زیبا، شیک، عالی. خب حالا ما چون که تازه یه خوبی هم که داره، باز یوسی کمتری هم میتونیم اینو بگیریم و این ورم با یوز خرج کردن یا آیتمای زیبا و خوب هم میتونیم بگیریم دیگه. خودتون دیدید. لایک ساب فراموش نشه. الان بریم شیر پارک، نه بریم ترینینگ که این ماشین زیبا هم تست بکنیم. صداش، رخش، اینا تست بکنیم. خب I need a scope. خب از رخش که میبینید صدای واقعا خوبی داره. بدنه بیرونیش هم نگاه کنیم. این ویدیو خوشتون اومده باشه و امیدوارم با یوسی حتی کمتر هم بتونید این ماشین پاگانی رو بگیرید. لایک ساب فراموش نشه و همچنین قرعه‌کشی هایی هم که قرار بذاریم شرکت کنید و لطفاً سابو به 100 تا برسونید تا یوسی ها رو قرعه‌کشی کنیم و به قرعه‌کشی بیشترم برسه. خب بچه ها خدا حافظ، به امید دیدار.